درود بر شما دوستان، به ویدیو جدید از کانال تک مستر خوش اومدید. تو این ویدیو می‌خوایم یاد بگیریم چطوری میتونیم تاریخچه ران یا همون تاریخچه ران کامندمون رو پاک کنیم. همونطوری که میدونید ران یه قسمتی از ویندوز هستش که ما اونجا کامندهای دستورهایی رو می‌نویسیم که خیلی راحت و خیلی سریع ما رو به اون مسیری از ویندوز که می‌خوایم میبره. حالا ممکنه بعد از اینکه چندین تا کامند یا خیلی کامند یا همون خیلی دستور نوشتید تاریخچه‌اش پر شده باشه و تو این ویدیو بهتون یاد میدم خیلی سریع اون تاریخچه رو پاک کنید. واسه این کار ویندوز لوگو علاوه آر رو میگیرید. همونطوری که میبینید این فلش رو اگه بزنم این تاریخچه‌های کامندهای همون دستورهایی هستش که من قبلا نوشتم و روشون زدم که ثبت شده. حالا خیلی راحت ما میایم مینویسیم reg edit و اوکی رو میزنم و بعد یس رو میزنم. همونطوری که میبینید صفحه رجیستری ادیتور باز شد. من این مسیری که میخوام برم و توی دیسکریپشن و زیر این ویدیو مینویسم و خیلی راحت میتونید این مسیر رو طی کنید و برید همه این تاریخچه رو پاک کنید. خب میایم توی قسمت HKey current user، میایم تو قسمت سافتور و میایم تو قسمت مایکروسافت و در آخر هم میایم تو قسمت ویندوز، میایم تو قسمت current version و در آخر میایم تو قسمت explorer و آخرش هم run mru که همونطوری که میبینید این تاریخچه کامندها یا همون دستورهایی هستش که من قبلا نوشتم. حالا واسه پاک کردن همه این دستورها ما دیفالت و mru لیست رو پاک نمی کنیم. پس به غیر از اینا همه رو پاک میکنیم. این اعدادی که یعنی این حروفی که میبینید a b c d اینا همه اون دستورهای همون کامندهایی هستش که قبلا نوشتیم. خب من کنترل رو میگیرم روی همشون نگه میدارم و همونطوری که میبینید mru لیست رو انتخاب نکردم و بعد علامت دیلیت رو روی کیبوردم میزنم یا میتونم راست کلیک کنم بزنم روی دیلیت و همونطوری که میبینید اینجا به من میگه که همه اینا پاک خواهد شد، به صورت دائم پاک خواهد شد. خب موافقی یا نه؟ میزنم یس. همونطوری که میبینید همش پاک شد. خب من صفحه رجیستری ادیتور رو میبندم و ویندوز لوگو علاوه آر رو میگیرم. همونطوری که میبینید همه تاریخچه صفحه ران پاک شد و هیچ تاریخچه‌ای نداره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه سوالی داشتید حتما تو کامنت ها ازم بپرسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک رو بزنید. سابسکرایب فراموشتون نشه. بعد از اینکه سابسکرایب رو زدید حتما اون زنگوله رو بزنید، بذارید روی آل که هر ویدیویی که گذاشتم سریع میتونید بیاید ببینید و مطلع میشید ازش. و ایمیل هم میتونید به من بفرستید، تو اونجا هم میتونید سوال بپرسید. و تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.